سلام آی مولازاده، من توبه کردم و به حرف شما گوش دادم. چند روز پیش بود که شما گفتم که ترک نماز کردم و شما من تذکر دادی و من گوش دادم و دوباره نماز خوندن شروع کردم. خدا به شما توفیق بده و دستون رو بگیره، ولی مواظب باشید که شیطان شما رو دوباره به دامن خودش نکشه. شیطان با انسان تا لب گور در جنگه. خودش چون اهل جهنمه میخواد دیگران رو به جهنم ببره، اونم با وسوسه، همش با وسوسه، چیز دیگه زور دیگری نداره، سلطه دیگری نداره. ولذا خودتو ایمان تو با نماز تقویت کن، با عبادت، با نماز، با دیدن برنامه‌های دینی توحیدی و همینطوری برو جلو. خداوند دستو میگیره و بیشتر از این که تصور میکنی خداوند راه پیشرفت برات باز میکنه. توبه کردن بهترین چیزه، این که انسان از هر گناهی که هست ازش دست بکشه. صلح با خداونده. ما هم دعا میکنیم خداوند دستت رو بگیره و توبت را توبه نصوح بکنه. الان یه گام جلو اومدید. گام جلوتر اینه که در نماز که وامیستید نذار شیطان رو وسوسات کنه. این خیلی مشکله ها. مرد اونه که در نماز نذاره شیطان رو وسوسش کنه. هر کسی به این درجه رسید واقعا که شکر خدا بکنه.